درود همین، خوش اومدید چنل خودتون. تو این ویدیو میخوام عجیب ترین غذایی که برگر کینگ داره درست کرده نشون بدم. غذایی که البته بگم فست فود یا هم برگر داره درست کرده نشون بدم. ما غذای لوکس و گران قیمت زیاد دیدیم، مثل غذای خیابونی تو هند و ژاپن و غیره، و یا غذای لوکس لاکچری تو فرانسه و ایتالیا و کشور دیگه. ولی اینجا تو این ویدیو میخوام 8 برگر عجیب غریب که فقط برگر کینگ ساخته برای روزهای خاص رو نشون بدم. سوفانگی کینگ هستش. ترکیب دونات و برگر. شاید نگاه اول بگیریم بعداً برای کشور آمریکا ساخته، چون آمریکایی عاشق دونات هستن و نکنه اشتباس. این جشن بر جشن هنوکا تو کشور اسرائیل ساخته شده، چون مردم اسرائیل تو این جشن هنوکا دوست دارن دونات بخورن و با ژله و چیزای خوش شیرین بخورن این دونات رو. ولی برای یکی ایده خلاقانه داد و ترکیبش کرد با برگر و دونات. دونون اطرافشون شیرینه و وسطش برگر و سس و چیزی می‌ریزن. دومین برگر که بهترین که منو هستش. زمانی که استرنجر تینگ فصل سومش پخش شد، برگر کینگ با نتفلیکس همکاری داشتن. تو این همکاری برگر کینگ ایده داد که ساخت یک منو مخصوص این سریال هستش که چندین آیتم توش گذاشته شده. اولین برگر هستش مثل آپسایت داون برگر هستش که برگرتون رو برعکس میدن، کمی بزرگتر و همراه سس کچاپ تندتر و که روش یه علامت بینی کشیده شده بهتون داده میشه. دومین آیتم وافل برگر هستش که نیاز به توضیح بیشتر ندارم این آیتم. سومین به آیتم هل فایر کلوب هستش که مرغ سرخ‌های تندتر همراه نون کنجد و با سس افرا همراه یک پیزای کوچیک به اسم سفر بوی پیزا میدن. آیتم بعدی که همراهتون میدن لیوان کلکسیونی هستش که این لیوان کلکسیونی خیلی وقت پیش عرضه شده و الان دیگه عرضه نمیشه، که شخصیت‌ها و عکس شخصیت‌های این سریال روش چاپ شده بودن و به افرادی که آخر کلکسیون جمع کرده بودن عرضه داده میشد و میتونید بگیرن. سومین برگر اسمش ویندوز 7 برگر هست. زمانی که تازه ویندوز 7 عرضه شده بودش این برگر درست شد و شرکت مایکروسافت با برگر کینگ یک همکاری داشتن و یک کمپین تبلیغاتی درست کردن. تو این کمپین تبلیغاتی برگر 7 تیکه گوشت داخلش وجود داره و وزنش به اندازه 500 گرم و خیلی سنگین‌تر هستش و قیمتش چیزی هولوش 777 ین بود اون موقع، که به دلار میگفتیم به اون موقع میشد 8.5 دلار. چهارم آیتم برای تفریح از گروه LGBT بودش در استرالیا. تو بعضی رسانه‌های استرالیا برای حمایت از گروه LGBT 2 برگر جای ساختن که یکی برگرشون کاملا صاف بود، اون یکی 2 نون بزرگتر بود. یا بهتر بگم هر دو نون هم اندازه هم بودش، که یعنی به نام برابری هستش. برگر بعدی مثل ویندوز 7 تو کشور ژاپن عرضه شده. بهتر بگم این غذا کاملا سیاهه، پنیر سیاه، همیشه سیاه جز به برگرش، و بدون گوشت و مزن بخشید، بدون گوجه فرنگی و کاهو و چیزای دیگه است که فقط خالص فقط کشور ژاپن عرضه شده بودش این برگر. غذای بعدی که در کشور ترکیه عرضه شده و فقط تو کشور ترکیه هستش به خاطر رمضان درست کرده برگر کینگ، اسمش دونر برگر هستش که بهتر تو نون لواش گرفتن و توش برگر باشن، همه آیتم برگر باشن و حالت لقمه در آوردن و میفروشن. آیتم بعدی اسمش رو برگر حامله، بهتر چیز بگم برگر حاملگی برگر، یا آیتم بعدی که برگر کینگ درست کرده برای افراد حامله درست کرده، چون تو این دوران خانم‌ها دوستان چیزای متفاوت، چیزای مختلف دوست بخورن. به همین برگر کینگ یک تحقیقات کرده و 9 غذا و برگر درست کرده که فقط مخصوص افراد حامله هستش. و آخرین آیتم هست، اسمش هست به نام پیزا برگر. پیزا برگر که الان تو جای دیگه عرضه میشن، مثلا شبیه یک نون گرفتن بعد همین خمیر رو میگیرن و توش برگر رو میذارن و داخلش آیتماشو میذارن و درش میانن و تو فرن میذارن تا پخته شه و بهتون اسم میگن برگر کینگ. و این برگر فرق داشت. یک پیزای گوشت اندازه پیزای 10 اینچ و 12 اینچ هستش با چندین برگر، ترکیب آیتمای پیزا و برگر، پنیر موزارلا، سسای داخل پیزا و یا کچاپ استفاده می‌کنیم. منظورم داخل برگر استفاده شده که ترکیب هم پیزا هم برگر هستش. خیلی معذرت به خاطر صحبت کردن بعدم و امیدوارم به عذر خودتون ببخشید. امیدوارم تو ویدیو بعدی همدیگه رو ببینیم. خیلی معذرت تو بعضی ویدیوها لکنت گرفتم، بعضی جا یا نفسی صحبت کنم و هم از همتون معذرت میخوام.
امیدوارم تو ویدیو بعدی من همراهی کنید و چیزای دیگه بگم. خیلی خوشحال میشم سابسکرایبر لایک کنید و یه کامنت بذارید. این کار کنم خیلی خوشحال میشم و ازتون ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.